در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی BBC از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خویش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول BBC مقامات جمهوری اسلامی یک معرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راهاندازی کرده است. همکار ما از بخش رادیوی فردا هومان عسکری این موضوع را پیگیری دارد. هومان، خود شما نیز زمان کارمند بخش فارسی BBC بودید و وضع را خوب می‌دانید. اصلا ماجرای خبرنگاران BBC با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟ بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در BBC فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 BBC فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایینتر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009 یعنی همون سال 1388 خورشیدی در ایران با آغاز اعتراضهای خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای BBC فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون BBC فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد BBC میگفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت. یعنی معلوم می شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه BBC تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعت کند؟ در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان BBC، کارمندان سابق و کنونی BBC که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از سوی یکی از کارمندان BBC مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله‌ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلا نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که برای BBC فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها. ولی همان واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه BBC چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟ ما از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه‌های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت‌هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان BBC مطرح میشه. تشکر از هومان عسکری. ولی اگر شما میل داشتید میتوانید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید.